سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 21 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان قانون منع ایجاب و منع ایدگردک را امضا کرد. به پرونده عثمانزاده و همراهانش مور مخفی زدند. میان شیطان را بشکنیم، آشتیشوی چچنو و تاجیک‌ها در تویر. 3 زائر تاجیک را در مکه به خاک سپاریدند. شماره زائران از گرمی هلاک شده از 1000 نفر گذشت. ژورنالیست و راوی معروف سبحان جلیلوف مدیر رادیوی آزیا پلیوس شد. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 ایون سال 2024 به 35 قانون از جمله قانون جنجال برانگیز تنظیم جشن و مراسم و قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک امضا گذاشت. قانون‌های امضا شده اکنون در مطبوعات نشر کرده می‌شوند و در پی آن به اجرا می‌درآیند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در تحریر نو قبول گردیده به مقصد حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، زیادروی و اسرافکاری در برگزاری چنین مراسم، بلند برداشتن معنویات و سطح اجتماعی و اقتصادی مردم تاجیکستان، اینچنین حفظ حقوق و آزادی‌های کودک، تعلیم و دانش آموزی، تربیت کودک در رویه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری روانه شدند. قانون‌های به امضا رسیده به تامین رشد اجتماعی و اقتصادی کشور، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، تحکیم ثبات و آرامی جامعه و قانونیت و ترتیبات روانه شدند. این در حالی است که طرح نو قانون تنظیم و جشن و مراسم به خصوص بندهای مربوط به منع حجاب و منع ایدگردک در داخل و بیرون از تاجیکستان به موج واکنش‌ها و ناراضگی‌ها روبرو شده و بسیاری امید داشتند که پرزیدنت امامعلی رحمان آن را امضا نخواهد کرد. یک روز قبل سامانه رسمی مجلس ملی خبر داد که پلات بالای پارلمان تاجیکستان روز 19 ایون سال 2024 در اجلاس 18مش در قطار بیش از 30 قانون دیگر قانون بحث برانگیز تنظیم و جشن و مراسم را نیز پذیرفت. اما قانون اعظم جنجال برانگیز تغییرات به قانون تنظیم و جشن و مراسم بود که از دو تغییرات عمده‌اش یکی منع ایدگردک کودکان است که در جامعه تاجیکستان واکنش‌های زیاد و اساساً منفی به بار آورد. اما تغییرات دوم عمده که در این قانون که همچون منع ایجاب نام برآورد، نه فقط در داخل بلکه در بیرون از تاجیکستان نیز به موج واکنش‌های محکوم کننده روبرو شد و از جمله در ترکیه و افغانستان برخی روحانیان خطبه نماز جمعه را به همین موضوع بخشیده از عملکرد مقامات تاجیکستان با لحن تند انتقاد کردند. دادستانی کل تاجیکستان به پرونده سید جعفر عثمانزاده و همراهانش مور مخفی گذاشته است. سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان روز 12 ایون با گمان غصب حکومت بازداشت شد. شمس‌الدین اسلمزاده معاون سردار ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت با سبب مور مخفی گذاشتن به پرونده و صلاحیت صحبت نداشتن وکالت دادن جزئیات در این باره را ندارد. روز 12 ایون یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در پارلمان از وکیلان خواست که مقام وکیلی سید جعفر عثمانزاده را بیکار کنند. وکیلان پارلمان از دخل ناپذیری برخوردارند و اگر آن بیکار نشود مقامات حق حبس وکیل را نخواهند داشت. همه 56 وکیل در جلسه پارلمان به طرفداری بیکار کردن مقام وکیلی عثمانزاده رأی دادند. یوسف رحمان در پارلمان گفت که عثمانزاده و دیگران نقشه غصب حکومت را داشتند. هنوز معلوم نیست که و دیگران که در نظر است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که امروخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دیپلمات سابقه دار بازداشت شده است. برخی بازداشت او را به پرونده عثمانزاده و برخی به جنایات اقتصادی ربط می‌دهند. رسما مقامات شرح ندادند. دادستانی کل تاجیکستان این پرونده را تفتیش می‌کند. برای دریافت جزئیات دیگر قضیه درخواست رسمی طلب کرد. نزدیکان سید جعفر عثمانزاده هم از صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. خبرنگار رادیوی آزادی
20 یونیو سال 2024 برای دریافت جزئیات بیشتر به خانه عثمانزاده رفت. یکی از نزدیکانش گفت که آنها به رسانه‌ها گپ نمیزنند، زیرا چیزی را نمیدونند. نزدیکانش گفتند حتی آنها نمیدونند که عثمانزاده در کجا نگهداری می شود و از زمان بازداشت او را ندیدند. به جای کارش میرفت و میموند و وقتهای آخر یک کمی بیمار بود. در خانه دارو استعمال میکرد و برای درمان سیستم میموند. گفت یکی از نزدیکان عثمانزاده، سید جعفر عثمانزاده پیش از بازداشت تلاش داشت تا اثبات کند که او را غیر قانونی گروهی از رهبری حزب دموکرات تاجیکستان برکنار کردند. اول ماه گروهی که خود را حزب دموکرات تاجیکستان میدانستند در جلسه او را برکنار و به جای شهباز ابرار روزنامه‌نگار چند رسانه دولتی را رهبر انتخاب کردند. وزارت عدلیه شهباز ابرار را رئیس حزب اعتراف کرد، ولی عثمانزاده به این راضی نبود. هنوز جزئیات بازداشت سید جعفر عثمانزاده معلوم نیست. به دست اداره پایگاه خبری بامداد ثبت ویدیویی مراسم آشتی شدن با هم دیگر دست دادن نمایندگان جمعیت‌های زادگان چچنستان و زادگان ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان رسید. مذاکرات نمایندگان چچن‌ها و ونجی‌ها روز 20 یونیو سال 2024 در شهر تویر روسیه در پی چند مناقشه بین زادگان ونج و چچنستان در این قسمت روسیه دایر شد. طوری در ویدیو دیده می شود جمعیت در تویر خیلی سرشمار زادگان ونج را در این ملاقات چند نفر از ونجی‌های با نفوذ از جمله صاحبکار مذهب خوشکوف و واعظ معروف قاری محمد نعیم نمایندگی می‌کردند. در جنبش مذاکرات از نام طرفین قاری محمد نعیم سخنرانی کرد. قاری محمد نعیم حادثه‌های گذشته را فتنه و هدف آن را کشتن تخم نفاق در بین دو مردم نامید، ولی اطمینان خاطر داد که این دو خلق یعنی تاجیک‌ها و چچن‌ها دوست و برادر بودند و دوست و برادر خواهند ماند. روحانی تاجیک سپس به نمایندگان هر دو طرف پیشنهاد کرد که یک مشت شده میان و گردن شیطان را شکنیم و به یکدیگر دست داده آشتی کنیم. هر دو طرف این دعوت را پذیرفته از جا بلند شدند و به همدیگر دست داده برای همه آنچه که گذشت عذر پرسیدند. منابع آگاه از نتیجه های مذاکرات در تویر به بامداد خبر دادند که چچن‌ها برای لطکوب نورس بیگناه ونجی که همگی 17 سال داشت عذر پرسیدند. این نورس را چند چچن لطکوب کرده طلب کردند که برای حادثه گپرتوی به یک دختر چچن عذر بپرسند. آن هم در حالی که این نورس در یک شهر دیگر روسیه بود و به آنچه که در تویر رخ داده بود یگان مناسبت نداشت و از آن حادثه حتی خبر نداشت. در مسئله سه زاده ناحیه ونج خسرو فیاضوف، عبدالله علی و شیرافکن عبدالله که در تویر در پی مناقشه با چچن‌ها با اتهام افباشی شدند، جانبها چنین تفاوت کردند که چچن‌هایی که در این پرونده همچون جبر دیده می‌گذرند عریضه خود را از پلیس پس می‌گیرند و هر دو طرف مشترکاً برای آزاد کردن این سه جوان ونجی ادوکات‌های با قوت و با صلاحیت کرو می‌کنند. یادآور می‌شویم مناقشه‌ها بین ونجی‌ها و چچن‌ها در تویر چند روز پیش از آن آغاز یافت که خسرو فیاضوف سال 1996 زاده دهه متخرف از کوهستان ونج بالا در فروشگاه روبین به یک دختر چچن گپرتافته است. دختر از این ناراحت شده خسرو را به تلفنش ثبت کرده است و به هموطنانش فرستاده است. سه مرد چچن خسرو فیاضوف را برای بحث این مسئله به همون فروشگاه روبین دعوت کرده، ولی بحث آنها به زن و زنی پیچید و خسرو که بچه مشقی و خیلی نوترس بود چچن‌ها را لطکوب کرده است. چچن‌ها به پلیس عریضه نوشتند و پلیس شبانه خسرو فیاضوف و دو همدیه‌اش عبدالله علی و شیرافکن نابالغ را از جای خوابشان دستگیر می‌کنند و ضد آنها بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی گروهی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی گشودند. به آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به مبلغ از 0.5 میلیون تا 1 میلیون روبل یا تا 5 سال کارهای مجبوری و یا تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. حالا نمایندگان جمعیت‌های ونجی‌ها تلاش دارند که تا آنها را از حبس خلاص کنند. آنها میگویند اصل ماجرا از یک گپرتویی به دختر سر زد که برای آن سوزاندن حیات سه جوان کاملا بی‌انصافی است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 3000 از تاجیکستان را که در مراسم حج به علت گرمای شدید ففتیدند در عربستان سعودی به خاک سپاریدند.
در این باره روز 21 یونیو سال 2024 در کمیته دینی تاجیکستان خبر دادند. بنا به معلومات این نیاد که امور به حج فرستادن زایران از تاجیکستان را نیز در دست دارد. زایران هلاک شده از شهرهای دوشنبه و خوجند و یکی دیگر از نویه فرخور بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسوی فرانس پرس خبر داد که شماره قربانیان گرمای طاقت فرسا در مکه و مدینه از 1000 نفر گذشته است. اکثر آنها زایران از کشورهای گوناگون به مراسم حج آمده، از جمله 659 نفرش از مصر بودند. فرانس پرس در گذشته گفت در جریان حج که امسال در عربستان سعودی در شرایط گرمای شدید دایر شد، بیش از 1000 نفر جان باختند. این رقم نتیجه حساب کتاب معلوماتی است که فرانس پرس از کشورهای گوناگون جمع آوری کرده است. به گفته یک دیپلمات عرب، در بین زایران مصری باز 58 نفر فوت دیدند و در نتیجه شماره حاجیان مصری در جریان مراسم حج فوت دیده به 658 نفر رسید. از این شمار 630 نفرش غیر قانونی به حج آمده بودند. در همین حال در کمیته دینی تاجیکستان گفتند که بازگشت اولین گروه‌های زایران تاجیک بعد انجام مناسک حج الکی 23 میلیون آغاز می‌یابد. امسال از تاجیکستان حدود 7000 نفر به حج سفر کردند. این نظر به سالهای قبل بیشتر است. گرمای شدیدی که هفته روان در روزهای انجام مراسم حج در عربستان سعودی حکم فرما شد، باعث هلاکت صدها حاجی و در بیمارستان‌ها بستری شدن تا 3000 زایر دیگر آفتاب زده گردید. روز دوشنبه 18 یونیو سال 2024 به گفته هواشناسان حرارت هوا در مکه طبق جدول سلسی تا 51.8 درجه رسید. روز سه شنبه 19 یونیو هوا در اینجا یک کمی سلخن‌تر همگی تا 47 درجه گرم شده است. بنا به امور رسمی وزارت حج عربستان سعودی سال 2024 برای ادای مناسک حج از 10 کشور دنیا بیش از 1,600,000 نفر به مکه و مدینه آمدند. بر علاوه 220,000 نفر از ساکنان خود عربستان سعودی نیز به حج آمدند. سبحان جلیلوف، ژورنالیست و راوی معروف تاجیک، مدیر برنامه‌های رادیویی آسیا پلیوس تعیین شده است. در این باره روز 21 یونیو سال 2024 صفحه فیسبوکی فانوس خبر داد. سبحان جلیلوف بعد سالهای طولانی کار در دیگر رسانه‌های رادیویی تاجیکستان اخیراً به رادیو آسیا پلیوس پیوسته است و حالا در این رسانه برنامه مستقیم امکان همچنین نشرهای قرب اسعار و اودیو کتاب را تهیه و گردانندگی میکند. باور نکردنی است ولی سبحان جلیلوف با وجود یکی از ژورنالیستان مطرح و اعتراف شده بودنش در اصل از روی اختصاص مهندس سوای رادیو فیزیک و الکترونیک است. سبحان جلیلوف 26 اکتبر سال 1977 در نویه فیض‌آباد به دنیا آمده. سال 2000 شعبه رادیو فیزیک و الکترونیک رشته فیزیک دانشگاه آن وقت دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سبحان جلیلوف سالهای 2000-2002 در رادیوی تاجیکستان و از سالهای 2003-2022 در رادیوی وطن کار کرده، به خصوص همچون معلم و مجری برنامه صبح وطن با سبحان جلیلوف نام برآورد. سبحان جلیلوف برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لوهوتی در سال 2009 و برنده جایزه شورای وعی تاجیکستان اعتماد بوده، سزاوار نشانه‌های علوچی فرهنگ تاجیکستان و علوچی تلویزیون و رادیو تاجیکستان شده است. سبحان جلیلوف در سالهای آخر مشق شعر و حکایه نویسی هم میکند. 2 کتاب دو بیتی‌هایش که به موضوع مادر بخشیده شدند نشر شده است. اکثر این شعرها را سبحان بعد درگذشت مادرش و در فراق او نوشته است. باجخانه ولایت تاشکند ازبکستان روز 20 یونیو سال 2024 خبر داد که کارمندانش در گذرگاه بیکوباد در مرز ازبکستان با تاجیکستان قریب 2 کیلو طلا را مصادره کردند. بنا به اطلاع این نهاد این مقدار بزرگ طلا دو ساکن میخواستند از تاجیکستان به طور قاچاقی به ازبکستان گذرانند، ولی هنگام تفتیش آنها کارمندان باجخانه 1 کیلو 696 گرم آرایشات گوناگون زرگری را پیدا کردند. مبلغ عمومی مالهای قاچاقی یافت شده 2 میلیارد سوم ازبکی یا تقریبا $158,000 امریکا برآورد کرده شده است. گذرگاه بیکوباد در مرز ولایت تاشکند ازبکستان با ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شده از گذرگاه‌های همیشه پرآدم به شمار می رود. در حال حاضر تفتیش این حادثه ادامه دارد. تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است. معلوم نیست که آن 2 نفر قاچاقبر کیست و آیا شهروندان تاجیکستانند یا ازبکستانند. در خبر باجخانه ولایت تاشکند تنها گفته می شود که آرایشات طلایی یافت شده را
مقامات حفظ حقوق همچون دلیل شیعی مصادره کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 18-19 ایون سال 2024 در 3 صدمه در شهر وحدت و کنار شهر اسفره در روز دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. قربانیان این صدمه ها از 30 تا 62 سال داشتند. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی از جمله 18 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 11:00 راننده ماشین تمغه تویوتا سلیموف شاوبدین سال 1974 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در حدود شهر مذکور از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتر تحت اداره راننده جلیلزاده قربانعلی سال 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در پی این اوپل ویکتر از راه برآمده به جری کنار راه چپ شده است. در نتیجه مسافر اوپل گلمروزاده دلفروز سید اکرم سال 1994 ساکن وحدت جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 18 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 23:30 راننده ماشین تمغه تویوتا کامری علیف مظفر سال 1969 ساکن نوی رودکی هنگام حرکت در حدود دهه یکباغ جماعت دیوت پشکنت شهر استرفشن از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین گازکشانی تمغه مرسدس بنز تحت اداره علی فرهاد سال 1989 ساکن نوی رودکی برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا و مسافران آن همسرش نجم‌الدین و خیری سال 1973 ساکن نوی رودکی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 19 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر عطایف شوی جهان سال 2001 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه گنبز جماعت دیوت نوگلیم شهر اسفره از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده دوچرخران عظیموف مقصود سال 1962 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران عظیموف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.